جوان معیوب اما مبارزتر از همه، تمامی چالش های زندگی را پشت پا کرده است. با همت بلند آستین بالا زده است که مانند انسان های دیگر کار و زندگی کند. این جوان فرهاد صدیقی نام دارد و میگوید که کمتر از دیگران نیست. فرهاد صدیقی هنگامی که تنها 7 سال داشت، اردو پایش را در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی قره‌باغ کابل از دست داد. فرهاد 1 سال پیش از دست دادن پاهایش پدرش را نیز از دست داده بود، اما وی همچون تنها پسر مادرش از زندگی ناامید نشد و با چالش ها مبارزه کرد. هر انسانی که پشتکار داشته باشه، همت داشته باشه که در زندگی خود با مشکلات دست پنجه نرم کنه، زندگیش پیش میره. اگر ای که مثل که من میتونم 2 پای من قطع است، من قرار پرتم دیگه، خود به خود زندگی سر من بسیار تلخ میشد. فرهاد عروسی کرده است و 5 فرزند دارد و میگوید که از زندگیش راضی است. وی در کنار اینکه خیاط است، کارمند شفاخانه استقلال شهر کابل نیز است. میخوایم دکتر شم، درس بخوام و آینده کشور خود خدمت کنم و به پدر خود کمک کنم. انسان‌های معیوب نیز مانند انسان‌های دیگر میتوانند کار کنند و در جامعه نقش مؤثر بازی کنند. چیزی که یک انسان سالم در جامعه حق داره، معیوب هم همچنان حق داره. این نه که یک آدم دست خود از دست داشته باشه یا پای خود از دست داشته باشه که یک آدم به چشم حقارت سنجیده کنه. او هم حق داره که زندگی کنه و کار کنه. در افغانستان بیش از 2 میلیون معیوب و معلول وجود دارند که بسیاری از آنان قربانیان جنگ هستند. دولت باید ورزیا زمینه کار مساعد کنه، کار کنن یا در بخش تنها ده کار نیست. در حالی که در 3 دسامبر روز جهانی حمایت از افراد دارای معلولیت در تمامی جهان بر فراهمسازی زندگی بهتر بر این افراد تاکید می شود، اما در افغانستان همواره تجلیل از این روزها شکل نمادین داشته است و تغییر چندانی در زندگی این گونه افراد نداشته است.